السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عمر هستم از شهر فرغان‌تپه، جمهوری ترکستان. میخواهم این صدای ما را در برنامه زنده پخش کنیم. میخواهم درباره ناعدالتی این ظالمان چند مطلب را بیان کنم. در ترکستان ثروتمندان بیگناه هستند و کمبغلان گناهگار. مثال ملاها را متهم بر زنا کردن زندانی کردن و بعضی را برای تبلیغ دین زندانی کردن. اما منصبداران یعنی کارکنان دولتی خودشان در هر کاری که خواهند میکنند. مثال یکی از کارکنان حاکمیت با لقب نصرت بیتوفیق میگوید که من 104 دختر جوان باکیره را تجاوز کردم. وقتی که شراب می مست میشوند خودشان نقل میکنند گناهان خودشان را با افتخار، بلکه بین همدیگر با رئیس شهر فرغان‌تپه برادر عروس رئیس جمهور ترکستان با نام حاجی امرالله رقابت یعنی مسابقه دارند در زنا با دختران تا 12 ساله. آیا اینها ناموس ما و رئیس جمهور نیست؟ و حال آن که چنین رئیس های ظالم بسیارند. تا به کی خلق تاجیک سکوت میکند؟ ما دیگر از مرگ نمیترسیم. جان ما را فدای اسلام میکنیم و خواهران اسلامی را دفاع میکنیم انشاءالله. من میخواهم که این کتابی کنستیتوسیا یعنی سرقانون ظالمانه جمهوری ترکستان پاره کرده به آتش کشیده شد. و مطلب دیگر درباره شهید عمر علی گفتنی هستم که خدا رحمتش کند. زیرا در حق را در روی ظالمان میگفت، برای همین او را به قتل رساندند و میخواهم یک برآمدش را که در پارلمان برآمد کرده با یکدیگر بشنویم. توجه کنید. رئیس محترم، عزیزان محترم ریاست و همکاران گرامی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسئله که امروز برای اطراف سخنرانی برآمده‌ام برای خودکنندگان هم حیاتی میباشد و آن هم مسائل مربوط به محدودیت‌های دینی و اعتقادی برای مردمی که زیاده از 97 درصد را مسلمان و دلدار می‌دانند، مردمی که نوشته را اعتقاد کرده‌اند، مردمی که امروز تشریعات درد و شاید قبول هم شود می‌توانید اقدامات که برای محدود کردن آزادی‌های دینی مردم مسلمان در تاجیکستان در کشور ادامه دارد و اقدام در این جاده نمودن اعضای مسلمانان از برندگی‌های مساجد تبدیل خلاف نشان داده که در تلاوت قانون آزادی وجدان و تشکیلات‌های دینی و خلاف تلاوت دین اسلام درباره اعضا میباشد. اما شعار دین اسلام است که برای اعلام شرکت در نماز استفاده شود تا حتی با صحت اسلام باید به همکار برسد. اسلام دیگری را باید شد جهت محدود کردن آزادی‌های دینی، حمایت کردن آن از دستگاه شورای علما که مخالف با آزادی کنستیتوسیونی مردم دیندار در منع نمودن زنان مسلمان از شرکت در عبادت‌های دست چندانه. در کنستیتوسیون در مورد 26 آمده حرکت حق دارد خلافت خطابتی مستقلان معین نماید ملاحظه و یکدیگر بسیاران دینی را پیروی نماید آیا پیروی نکند در مراسم و رسم و آیین‌های دینی اشتراک نماید مردمان همه برابر در قانون آزادی وجدان و تشکیلات‌های دینی به خود اجرا آمده است در جمهوری تاجیکستان آزادی وجدان و آزادی پیروی پدید هست و کم مستقیم تنهایی‌های همراه دیگران پیروی کردن به هر گونه دین کفالت داده می‌شود حکومت را نگاه قبلی کفاف مخالفت موادی در تشریع نسل حقوق و حریات غیر قابل اجرا بودن آن را اعلام می‌نماید اما نشد. ریختن حجاب اسلامی از طریق دختران دانشجوی تاجیک از پست 5 خارج کردن آنها ایران کردن هزاران علماهای روی نامدار دار در محتوای شهر و بیها طریق افراد به داشتن پوشندگان
عنوان لباسهای نیمبرهنه آبوخوری چیز مطابق در دانشگاه ادعای جنگ و حجاب اسلامی پوشش بلاکان ما هم هست چه در خانه‌ها بازارها و حتی در راهها و از جانب تفاوت غیرقانونی کشور تحقیر شدن زنان مخرجات پاکدامن خارجی به خاطر داشتن حقوق اجدادانشان و جوابداری‌های فراوان کشیدن صدها افراد دینی به خاطر تعلیم دادن فرزندان مسلمان تاجیکی از تعلیم خارجی محروم شدن تا در داخل تعلیم بگیرند همچنین جریان افزار صدها امامان خارجی فارغ کردن کارمندان نمازگزار از ادای نمازهایشان که در جایگاه و دیگر مساجد و راه قطرها بازداشتن و تراشتن نشهای مذهبی‌دار بستن دستگاه‌ها در فرودگاه‌ها و مکتب‌های شفاخانه‌ها و استراحتگاه‌ها حتی تبلیغنامه‌ها و نمایشنامه‌ها در نقش منفی داشتن تازینگران با ظاهر اسلامی را برای مطلب زندگی آزادی دینی تحمیل می‌توان کرد ادعای دیگر در این خودسازی آزادی در این نهضت‌سازی آزادی انتقال خبر سخن جدید آزادی بیشتر و تشکیلات‌های دینی از جانب مجلس‌های کشور در تحقق تمام اون چیزهایی که به وقتهایی که در شما هست می‌کنم امکانیتی البته گفتن ضروره شما در باز دیگر در بخواهی که با امروز مراقبه میکنیم که همه یک توسط شما با باید کنم در وقت جانب مزاده بیشتر آمده است چون کسان مطالبات ثابت استفاده دینی و مطالبات و تناولات کسان تعلیم دینی بین اجازت خطیب مدار و موضوع یا شخصان آنها را به تناولات قانونی آزادی بیشتر یعنی این قانون دیگران را مستر به مطالبات و تعلیم دینی و نمازی جمع و نمازی قرد مستر شخصان و مدار و موضوع داده است اطرافان این قانون نمازی است و تنهای حق را مدار مداران گرفته آنها را مقدار بنمایتی مدار را شرکت در نمازهای جماعت باز دارد این قرارات میتواند به آزادی کسی مسلمان و بخصوص به همه قانون آزادی بیشتر و تشکیل‌های دیگر مصالحت دارد ما دیگر مستقل می‌گیریم اگر این کار به مقدار تعلیم تربیه فرزندان به اشتراک شد خیلی نقصی نشود تعلیم تربیه یک وظیفه اساسی پیامبران الهی نیست در قرآن کریم این دستگاه را یافته تربیه مردم سخن می‌رود و در مدار شدیدی را از این پایدیون تربیه از ایمان به اعتماد کامل خواهرنده در می‌شود همین طریق کشیدن از ایمان به عقیده اعتماد تربیه می‌باشد خواهر شدن اجتماعات تعلیم تربیه در روابط معامله کشور و تفاوت پرینسیپ دنیوی یعنی بیدینی ادامه دارد هیچ اشاره از این تاریخ خود تدوین انسان در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها زده می‌شود این فاقد سیستم‌ها خیلی از پیشرفت نیست وزارت باشد درجه تخصصیش بالاتر می‌رود که در این جهت تطور روی اول گردیده است با این تناسبت درجه تعلیم تربیه جوانان پس می‌رود بسیاری ایجاد استقرار کلمی در کشور را در پی دارد و پرزیدنت کشور نیز در پیامش از توسط 10,000 طبیب در کشور خبر داده است ولذا احتمالی فعالیت کردن وزارت معارف کار و اتفاقات رسانه‌ای حکومت کشور خطر را در نزد دولت احساس نموده مجبور شد تا این لایحه ساده را پیشنهاد نماید و مسئولیت تعلیم تربیه را به وزارت معارف به تنهایی از عهده‌اش نماید به نگران واگذارد علما و شما نمایندگان مردمی در او برای قبول این قانون بدهید قانونی که هدف عالی را اما راه رسیدن به آن هدف نادرست بیان شده است ما در خلاصه که در این دوران اشتراک نمی‌کنیم که تشخیص باور خود را نشان بدهیم این تابانه به این آغاز گرفته نشد تا به هر صورت ما مقابل کردن این یک مشکلات زیادی را به کشور و مردم می‌آوریم که نمی‌توانیم شما عمل دارد کشور حکومت وظیفه کشور در معرض خطر شما قرار دادن خواهی دنیا و حرکت داخلی خودروایش سبب می‌شوید چون که قرآن اصطلاحی مقرر آیات خود شده آورده است فمن قام بالمؤمن فإنما مساجد الله يذكر فيها السوء وجدي شبك في كل كلام كم حسين نمی‌تواند با مردم در مساجد خود رعایت کنند و مستقیما مساجد خود را خراب می‌نماید آنها می‌بایست تا مساجد تنها به خاطر دست وام می‌نمایند برای چند اشخاص تصمیم را خارج خواهد دارد و در واقعیت نداری تصمیمی برایشان در نظر این آگاهی اقدامات واصلنده آنان در قرآنش مبحث شده است و من به شما مجوز دادم و در آخر امیدوار هستم که یک مراتب ما و شما نمایندگان مردم را به خاطر اسلام و مردم را به خاطر خدا و خاک خود
رو آغاز بدهیم خیلی ها چیزی رقیب اصطلاحات دیدباری تاجیکستان و درومن حزب قدرتمند کشور اشتراک کردن به تایید دهنده اعتراض در دیدباری ها جای بدهیم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.